سلام به همگی. امروز میخوایم با هم سفری کنیم به قلب یکی از عمیق‌ترین و زیباترین مفهوم جهانی، یعنی جایگاه مقدس مادری. میدونید توی سنت‌های ابراهیمی مادر بودن فقط یه نقش خانوادگی ساده نیست. خیلی فراتر از این حرفاست. یه جور رسالت معنویه. اما بیایم با یه سوال شروع کنیم. به نظرتون رحمت خدا رو کجا میشه از همه جا واضح‌تر و شفاف‌تر دید؟ واقعاً یه لحظه بهش فکر کنید. بین این همه شگفتی و عظمت توی خلقت، کجا میتونیم یه انعکاس، یه بازتاب مستقیم و بیواسطه از اون مهر و شفقت الهی پیدا کنیم؟ جوابش خیلی نزدیکتر از اون چیزیه که فکر میکنیم. درست توی نگاه، توی آغوش و توی قلب یه مادر. این دقیقاً همون باور اصلیه که امروز میخوایم با هم بازش کنیم. این که مادر تجلی رحمت خدا روی زمینه. خب پس بیایید بریم سراغ بخش اول و این ایده رو عمیق‌تر بررسی کنیم. میخوایم ببینیم این دیدگاه عرفانی از کجا میاد که میگه وجود مادر مثل یه آینه برای صفات الهی میمونه. ببینید این دیدگاه اصلاً تعریف ما از مادری رو زیر و رو میکنه. دیگه فقط یه وظیفه بیولوژیکی نیست، نه، یه جایگاه معنویه. یعنی مادر انگار یه کانال، یه مجراست که از طریقش عشق و رحمت خدا به این دنیا سرازیر میشه. این یه مفهوم فوق‌العاده قدرتمنده که ریشه‌هاش محکم توی کتب آسمانی قرار داره. خیلی خوب. حالا وقتشه بریم ببینیم این احترام و قداست چطور توی خود متون مقدس فرمان داده شده. میریم سراغ کلام خدا. قرآن خیلی مشخص و ویژه روی جایگاه مادر تاکید میکنه. مثلا توی سوره لقمان از وهنن علی وهن یا همون سستی روی سستی مادر تو دوران بارداری صحبت میکنه. یه تعبیر تکان دهنده تا عمق فداکاری مادر رو به ما یادآوری کنه. ولی موضوع فقط این نیست. مادرها توی قرآن شخصیت‌های الهام بخش هستن. مادر حضرت موسی رو در نظر بگیرید، زنی که مستقیما از خدا بهش الهام میشد. یا حضرت مریم که اصلاً به عنوان برگزیده زنان جهان معرفی شده. همه اینها نشون میده که یک مادر چه ظرفیت معنوی بالایی میتونه داشته باشه. و اینجاست که به یه نکته خیلی کلیدی میرسیم. این احترام به مادر یه ارزش مشترک و بنیادینه. یعنی فرمان تکریم مادر دقیقاً توی قلب هر سه دین بزرگ ابراهیمی قرار گرفته. توی تورات از زن با فضیلتی صحبت میشه که بچه‌هاش بلند میشن و ستایشش میکنن. توی انجیل فرشته خدا با چه احترامی به مریم درود میفرسته. این یعنی چی؟ یعنی قداست مادر یه پیام جهانی و الهیه، مختص یک دین و آیین نیست. خب تا اینجا از کلام مکتوب گفتیم. حالا بیایم ببینیم توی عمل چی میشه. یعنی این دستورات الهی چطوری توی زندگی و حرفهای خود پیامبران و پیشوایان دینی دیده میشه. این جمله رو احتمالاً هممون شنیدیم. ولی بیایید یه لحظه روش مکث کنیم. بهشت زیر پای مادران است. این فقط یه تعارف شاعرانه و قشنگ نیست. نه. این یه نقش راهه. یه راهنمای معنوی دقیق. یعنی بهشت، اون نهایت خوشبختی و سعادت، از همین مسیر میگذره. از مسیر خدمت و احترام به مادر. و این اولویت بندی واقعاً تکان دهنده است. وقتی از پیامبر اسلام میپرسند به کی بیشتر از همین نیکی کنم، جواب میدن مادرت. دوباره میپرسند بعد از اون کی؟ باز هم جواب میدن مادرت. برای بار سوم میپرسند و باز هم همون جواب، مادرت. تازه بار چهارم میگن پدرت. این تکرار 3 بار اصلاً اتفاقی نیست. این تأکید برای نشون دادن عمق فداکاری و نقش بی‌نظیر مادر توی شکل گرفتن وجود تک تک ماست. حالا به این عدد نگاه کنید. 1 حج. چه کاری، چه عملی میتونه پاداشی به این بزرگی داشته باشه؟ حج، اون سفر معنوی عظیم که آرزوی قلبی خیلی از مؤمن هاست. و اینجاست که شگفت زده میشیم. چون طبق روایتی از امام صادق فقط یک نگاه مهربانانه و از روی رحمت به پدر و مادر پاداشی برابر با 1 حج مقبول داره. باور کردنیه؟ این به ما چی میگه؟ میگه معنویت فقط توی کارهای بزرگ و سخت و سفرهای دور و دراز نیست. نه، توی همین خونه، توی همین حرکات کوچیک و محبت آمیز ما پنهان شده. نکته حیاتی دقیقاً همینه. خب، ریشه‌های این مفهوم رو توی متون مقدس و زندگی بزرگان دیدیم. اما سوال اصلی اینه، این حرفا امروز به چه درد ما میخوره؟
اهمیتش برای ما توی دنیای مدرن چیه؟ بیاین این اصول معنوی رو بیاریم توی زندگی امروز خودمون. اینها ویژگی‌های یه مادر آسمانی هستن. ولی بهشون فقط به چشم یه لیست نگاه نکنید. اینها یه جور راهنمای عملی هن. ایمان عمیق، صبری که از دل امید میاد بیرون، توانایی پرورش بچه‌هایی که خودشون منشأ خیر و نور باشن، قدرت دعا و اون روحیه فداکاری. اینها دقیقاً همون فضیلت‌هایی هستن که مادر بودن را از یه نقش معمولی به یه رسالت آسمانی تبدیل می‌کنن. و این همون اساره و جوهر بحث امروزمونه که باید با خودمون